حضرت آیت الله محسنی عجی و جناب آقای دکتر پوریانی ریاست محترم کل دادگستری استان مازندران و جناب آقای عالی شاه، ضمن سلام و ارادت خدمت شما. من 2 سال و 5 روز گرفتار یک باند کلاهبرداری شدم. من میخواستم یک کامیون بخرم، از طریق دیوار به یک باند کلاهبرداری که با هزار حیله و فریب و دروغ استفاده کردن. به هر حال من به همراه دوستم به بنگاه این آقا مراجعه کردیم که اینها همین الان هم در فضای مجازی بسیار فعالن. این هم سایتشون. معامله ما این بود که من 1 میلیارد تومان نقدی بدم و 400 تومان قسط ببندم که 400 تومان به 680 میلیون تومان که ظرف 25 ماه به اینها پرداخت کنم. به محض اینی که من 1 میلیارد تومان رو پرداخت کردم همه فرار کردن. بعد فهمیدم که این باند شاهد که خب خودشونن، یک صراف دارن و یک داور دارن که اولا دادگاه رسیدگی نکنه و ثانیاً زودتر به پول برسن، که اینها هر کدام یک وظیفه‌ای دارن و در یک مراحل خاصی هم وارد میشن. اشتباه بزرگتر من این بود که من رفتم شکایت کردم. به خاطر 400 میلیون تومان من تا الان 700 میلیون تومان هزینه شکایت و دادخواست و رفت آمد کردم و این همه پرونده رو شما ملاحظه بفرمایید. این همه پرونده بابت خرید یک کامیون. و اینکه 2 سال و 5 روز زندگی من سیاه و نابود شده. 7 بار به ملاقات مردمی استان رفتم، 5 بار به حوزه ریاست قوه قضاییه تهران آمدم. 19 ماه یک تریدی که ماهی 100 میلیون تومان از کمش کار میکنه با قولنامه جعلی و برگ داوری جعلی توقیف. 19 ماه 600 کیلومتر 98 بار برای پیگیری پرونده خودم رفتم و آمدم. 23 ماه شکایت جعل و کلاهبرداری کردم که 5 کارشناس خط و امضا، این یک کارشناس، اینم 2 تا کارشناس، اینم 3 نفر، 5 نفر. 5 نفر کارشناس خط و امضا گفتن جعله. 5 نفر شاهد که هم آگاهی بردم و هم دادسرا که شهادت دادن. متاسفانه در کمال ناباوری دادسرا بعد از 23 ماه رسیدگی قرار منع تعقیب این آقایان رو صادر کرده که جعل و استفاده از سند مجعول منتسب به اینها نیست. حالا منتسب به چه کسانی هست فقط خدا میدونه، در حالی که خودشون گفتن این رو ما نوشتیم. پس اما نتیجه این قرار چیه؟ این از همه مهمتره. اینی که 1 میلیارد تومان من الان 2 سال و 5 روز دست ایناست. یک کامیونم که 19 ماه توقیفه، ولی باید من مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون تومان که اونچه در قولنامه نوشتن به این آقایان تا امروز بدم. همینه که اینها ماشین 5 میلیاردی سوارند و دور دنیا تفریح میکنن و من و 5 خانواده دیگر باید بریم گدایی بکنیم. از شما بزرگواران خواهش میکنم به پرونده من شخصا ورود کنید و دستهای پشت پرده برای شما هم روشن میشه. از شما بزرگواران تشکر میکنم.